خب الان آخرای سال 2023 و دیگه نزدیک سال جدید میلادی که میشه معمولا این سوال پیش میادش که بریم چی یاد بگیریم تو حوزه‌های مختلف آیتی. اگه میخوام یه زبان برنامه‌نویسی جدید یاد بگیریم چه زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم؟ حقوق بیشتری داشته باشه، کار براش زیاد پیدا بشه و در آینده خیلی به دردمون بخوره. یه مقایسه که الان تو زبان‌های بک‌اندی خیلی زیاد اتفاق میفته، مقایسه بین جاوا و پایتون. جاوا و پایتون الان پر استفاده ترین زبان‌های برنامه‌نویسی بک‌اندن که محبوبیتشون فوق‌العاده زیاده، شغل براشون فراوونه، بسیار زیاده شغل، حقوق و درآمد خیلی بالایی داریم. تقریبا تمام کشورهای دنیا 24 ساعته دارن توی این دوتا زبان برنامه‌نویسی نیرو استخدام میکنن و این سوال خیلی برای آدمای مختلفی پیش میادش. از خود منم خیلی این سوال میپرسن که آقا جاوا بهتره یا پایتون؟ یه نکته‌ای که باید اینجا بگم اینه که هیچ وقت نباید بپرسین که کدوم زبان برنامه‌نویسی بهتره. ما زبان برنامه‌نویسی بهتر نداریم به اون معنی. هر زبان برنامه‌نویسی تو دوره خودش توی یک حوزه‌ای خیلی به درد میخوره. الان زبان برنامه‌نویسی مثل کوبول و اینجور چیزا هنوز داره استفاده میشه و تو بعضی از حوزه ها هنوز کاملا به این زبان دیپندن. قدیمی این حوزه ممکنه 50 60 سالشون باشه و هنوز با حقوقای خیلی خوبی، چون کمتر کسایی هستن که اون زبان رو الان بلدن و دارن کار میکنن، دارن فعالیت میکنن. پس باید اول بررسی کنیم ببینیم ما تو چه حوزه‌ای میخوایم کار بکنیم و با چه شرکتایی میخوام کار بکنیم یا چه اپلیکیشنی بسازیم. بعد بر اساس اون بیایم یه دونه زبان برنامه‌نویسی یا چند تا زبان برنامه‌نویسی انتخاب کنیم. حتی ممکنه ما تو پلتفرم‌های مختلف کار بکنیم. مثلا شما میخواید تو بستر کلود کار بکنی، از یه دیدگاه دیگه زبان‌های برنامه‌نویسی رو باید بررسی بکنی. اگه میخوای یه اپ مونولیتیک گنده بنویسی، از یه دیدگاه دیگه ممکنه انتخاب بکنی. اگه تو میخوای زیرساخت‌های بانکینگ بنویسی، یه چیزایی برات مهمه. اگه میخوای تو هوش مصنوعی کار بکنی، یه چیزای دیگه‌ای برات مهمه. پس خیلی مهمه که ما ببینیم چی برامون مهمتره، به دنبال چی هستیم، نیروهای کمتری داشته باشیم، حقوق کمتری بهشون بدیم، نیرو خیلی زیاد میتونیم بگیریم، اصلا از نظر پرداختی مشکلی نداریم، ریسورس ها و سخت افزارهایی که میتونیم استفاده بکنیم اپلیکیشن رو توش ران بکنیم خیلی فراوونه. یا نه من میخوام توی یه دونه گوشه موبایل اپلیکیشنم ران بشه. پس خیلی مسائل مختلف هستش که باید بررسی بشه. بنابراین هیچ وقت شما نمیتونی بگی پایتون بهتره یا جاوا، کدومشون زبان بهتره، کدومشون زبان ارزشمندتره. حالا این مقایسه میخوام تو این ویدیو انجام بدم و بهتون بگم تو بخش‌های مختلف چه تفاوتی این زبان‌ها با هم دارن و بر اساس این تفاوت‌ها بهتره از کدوم کجا استفاده کنیم. نکته مهم اینه قطع به یقین همه جا جاوا به درد نمیخوره و همه جا پایتون به درد نمیخوره، هر کدوم توی یه حوزه خاصی. اولین قضیه‌ای که خیلی سوال پیش میاد که سرعت کدوم زبان بیشتره. قطعا زبان جاوا سرعت بیشتری داره چون زبان کامپایل شده است، متغیراش به صورت هارد تعریف میشن. شما داینامیک نیست متغیرات توی زمان اجرا متغیرات تعریف بشن. حتی تو جاوای جدید این امکان کم و بیش به شکل خاصی امکان پذیر هست، ولی خب خیلی الان مهم نیستش. زبان پایتون در لحظه اجرا داره ترجمه میشه، اما زبان جاوا کامپایل میشه به زبانی نزدیک به زبان ماشین، به اسم زبان که نه، به یه فرمی نزدیک به زبان ماشین به اسم بایت کد که سرعت اجراش بسیار بالاست. جاوا توی JVM اجرا میشه، یه در واقع ماشین مجازی میشه بهش گفت، یه ویرچوال ماشین، واقعا جاوا ویرچوال ماشین یا JVM، که اون JVM یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. تو بحث سرعت میتونه یه جاهایی خوب اثر بذاره، یه جاهایی نمیتونه خوب اثر بذاره. در مجموع جاوا زبان پرسرعت تری. هر دو زبان کامیونیتی خیلی بزرگی دارن، تقریبا 30 ساله که توی بازار کار هستن. این کامیونیتی چرا اهمیت داره؟ اهمیت کامیونیتی اونجاییه که شما خیالتون از قدرتمند بودن اون زبان راحته، از اینکه مشکلاتی که شما بهش برمیخورین به خاطر وجود کامیونیتی بزرگ راحت حل میشه. به روز رسانی‌های خیلی خوبی اتفاق میفته و وقتی این کامیونیتی بزرگ باشه شما میتونید تو جمع‌های مختلف تبادل نظر بپردازید. اگر یه مشکلی دارین، یه باگی خوردین که خودتون نمیتونین حلش بکنین، راحت با یه پرسجو میتونین حل بکنین
و این کامیونیتی بزرگ میتونه خیلی کمک بکنه. تو بحث درآمد هر دو زبان میشه گفت توی یه رنج هستن. پایتون بیشتر داره تو حوزه هوش مصنوعی استفاده میشه، یه حوزه‌ای که الان خیلی رو به رشده و بهترین لایبرری ها رو یه جورایی میشه گفت پایتون داره. کامیونیتیش تو حوزه هوش مصنوعی خیلی قدرتمنده. جاوا بیشتر سمت یکی اپلیکیشن های موبایل، یکی هم اپلیکیشن های تحت وب. اینجا اپلیکیشن های تحت وب منظور همیشه وبسایت ها نیستن. توی حوزه وبسایت ما زبانایی داریم که پیاده سازی یه وبسایت باهاشون راحت تره، نه که با جاوا یا پایتون نشه این کار انجام داد. ولی ما وقتی صحبت از وب اپلیکیشن میکنیم، وب اپلیکیشن یک مدلیش میشه وبسایت ها. منظور از وب اپلیکیشن چیه؟ منظور اپلیکیشن هاییه که همه میتونن ازش استفاده بکنن. یه جا توی یه سروری شما اون اپلیکیشن رو راه اندازی میکنی و از همه دنیا اگه دلت بخواد توی یه دونه شرکت آدمای مختلف میتونن بهش وصل بشن و ازش استفاده کنن. در واقع شما اپلیکیشنت رو توی سروری توی شبکه راه اندازی میکنی و تحت وب دیگران میتونن بهش دسترسی داشته باشن. پس یه مدلش وبسایته. پس هر دوی این زبان ها باهاش میشه اپلیکیشن های تحت وب خیلی قدرتمندی نوشتش. ولی توی حوزه اپلیکیشن تحت وب همچنان دست بالاتر رو جاوا داره، به خاطر اینتگریشن خیلی خوبی که با معماری مایکرو سرویس داره. پرفورمنسش که همون اول کار گفتم پرفورمنس خیلی بالایی داره. کامیونیتیش توی اون حوزه بسیار غنیه، بسیار قدرتمنده. پس میشه گفتش که تو اپلیکیشن های تحت وب درسته پایتون الان خیلی یوزیج داره، واقعا هم قدرتمنده، اما همچنان ایدئال برای خیلی از شرکت ها جاوا، مخصوصا اپلیکیشن هایی که پرفورمنس، یعنی اون سامانه هایی که پرفورمنس توشون حرف اول رو میزن. پس درآمد هر دو خیلی شبیه همه. تقریبا تو همه کشورها هم گفتم شما همواره استخدام برای این دوتا زبان رو پیدا کنید. زبان جاوا زبان سخت تره برای یادگیری، خیلی سخت تره برای یادگیری نسبت به پایتون. برای همین پایتون معمولا انتخاب کسایی که خیلی توی زبان بک‌اند متخصص محسوب نمیشن، یعنی میخوان تمام فیلد کارشون تو زبان بک‌اند باشه یا توی این حوزه تحصیلات نداشتن. مثلا یه نفر شما می‌بینی پزشک، یه نفری که اصلا توی حوزه غیر مرتبط داره کار میکنه، اصلا یکی به عنوان یه دیوآپس کار یا یه سیس ادمین میخواد یه زبان برنامه‌نویسی یاد بگیره که هم اسکریپتی باشه هم سریع بتونه کارش رو راه بندازه. قاعدتا انتخاب پایتون انتخاب خیلی بهتریه. اینجا نکته ما داریم چرا پایتون کامیونیتیش انقدر بزرگه، چرا انقدر ترنده. یه دلیلش اینه که یادگیری پایتون چون ساده است، افرادی خارج از حوزه کامپیوتر هم سراغش میان. پس دلیل اصلیش من حداقل خودم این میدونم که این توی ترند پایتون رشد داشته و الان بیشتر از جاوا یوزیج داره، اینه که کسایی که خارج از حوزه کامپیوتر هستن پایتون زبان ساده‌ایه و کارشون رو راه میندازه، برای همین سمت پایتون میان. دلیل دیگه‌اش بحث هوش مصنوعیه که خب کسایی که تو حوزه هوش کار میکنن به خاطر لایبرری غنی پایتون سمتش میرن. و این گولتون نزنید که پس توی ترند اگه پایتون الان بالاتر از جاوا هستش این به معنی که زبان بهتری، یا نه بگیم تو همه حوزه جاوا زبان بهتری، اینطوری نیست. پس زبان جاوا پیاده سازیش سخت‌تر، یادگیریش سخت‌تره. این سخت بودن به اندازه زبانی مثل زبان سی نیستش، ولی از پایتون خیلی سخت‌تره. شما یه دونه فایل رو میخواید مثلا پرینت بکنی یا یه فایلی رو میخواید دریافت بکنی، سیو بکنی، بعضا با 2 خط توی پایتون میتونی این کار انجام بدی، ولی تو جاوا ممکنه 10 تا 20 تا خط کد بشه. بنابراین پیاده سازی توی زبان پایتون راحت تره. حالا اگه بریم بیا بررسی بکنیم، میبینی نیروهایی که جونیورن، یعنی تازه وارد بازار کار میشن، حقوق و درآمدشون توی پایتون یه مقدار بیشتر از جاوا، چون تو پایتون سریعتر میتونن حرفه‌ای بشن و نیروهای جونیور و نیروهای مید لول به پایین پایتون زیادن. ولی هرچی شما به سمت سینیور شدن بری، هرچی به سمت سمت‌های بالاتر بری، ببینید درآمد جاوا بیشتر میشه، چون نیروهای متخصص جاوا کمتر. شما اگه یه نیروی متخصص جاوا باشی یعنی چندین ابزار رو بلدی، یعنی چندین سال سابقه داری. ولی توی پایتون اینجوری نیست. شما بعضا با 1-2 سال سابقه تو پایتون میتونی یه آدم خیلی قوی بشی.
بنابراین نیروهای سینیور جاوا بعضا تو حوزه کامپیوتر یه مقدار ارزشمندترن، درآمدشون بیشتره، چون توی این حوزه شغل زیاده، بنابراین جاب آفر برای نیروهای سینیور جاوا خیلی بیشتره. تقریبا میشه گفت کسایی که سینیور جاوا باشن توی هر لحظه اگه از ایران بخوام مهاجرت بکنن، اگه زبان انگلیسیشون خوب باشه 2-3 ماهه میتونن هر کشوری که دوست دارن انتخاب بکنن، یه جاب آفر خیلی خوب برای خودشون پیدا بکنن و این باز هم یه مزیت دیگه زبان جاوا. در نهایت راجع به همون بحث ترند صحبت بکنم. پایتون توی آمریکا الان رشد خیلی بیشتری داشته، بخاطر اینکه آمریکا تو حوزه هوش مصنوعی خیلی داره قوی عمل میکنه، خیلی داره جلو میره و جاوا یک مقدار رشدش اومده پایین. اما برعکس توی کشوری مثل هند همچنان با اختلاف جاوا بیشتر یوزیج داره. پس اگه بریم بررسی بکنیم ببینیم این ترند هایی که میبینیم یه جورایی میانگین، اوریج، اینجوری نیست تو همه کشورها الان یوزیج پایتون بیشتر باشه یا بالعکس. در مجموع اگه بخوام جمع بندی بکنم، خود من اگه بخوام به عنوان مدیر یه شرکت نیروهای استخدام بکنم، یه اپلیکیشن رو دیولپ بکنم، متناسب با اون اپلیکیشن هم قطعا تکنولوژی انتخاب میکنم. اگه بخوام تو حوزه‌ای کار بکنم که پرفورمنس خیلی اهمیت داره، اگر حوزه توی کلود بخوام کار بکنم، یه اپلیکیشن کلود نیتیو بنویسم، توی کلود اپلیکیشن رو هم پیاده‌سازی کنم، با اینکه هر دو زبان این امکان رو دارم ولی قطعا انتخابم جاواه. اگه بخوام هزینه ها رو یه مقدار پایین بیارم، از نیروهایی که جوانترن استفاده بکنم، اگه بخوام تو حوزه هوش مصنوعی کار کنم، اگه بخوام تو حوزه بیگ دیتا کار بکنم، اگه بخوام شکلی کار بکنم که کمپانی نیاز به نیروهایی داشته باشه که تو کار اسکریپت نویسی بخوان قوی تر عمل بکنن، میرم سمت پایتون. پس اصلا نیاز نیستش که به این شکل ما بهش نگاه بکنیم که کدوم زبان بهتره. هر کدومشون جای خودشون رو دارن و به نظر من توی دنیای امروزی دیولوپرهای پایتون و دیولوپرهای جاوا مکمل هم دیگه محسوب میشن. همونجوری که فرانت اند و بک اند مکمل هم محسوب میشن. جاوا اسکریپت هیچ وقت رقیب جاوا یا رقیب پایتون نمیشه. جاوا اسکریپت که مکمله، یه زبان قدرتمنده که واقعا توی یک مجموعه باید باشه. امروزه ما داریم به سمتی میریم که با توجه به اینکه معماری مایکرو سرویس داریم و یه اپلیکیشن بخشای کوچیک مختلفی تقسیم میشه، هر کدوم اپلیکیشن ها بسته به نیازش میتونه زبان برنامه‌نویسی متفاوتی داشته باشه و در نهایت ایدئال ترین حالت اینه که ما هم جاوا رو داشته باشیم هم پایتون رو. پیش بینی من هم در آینده اینه که این دو زبان هیچ وقت جای هم رو نمیگیرن، با توجه به اینکه هوش مصنوعی و اپلیکیشن هایی که الان واقعا به جای دیولپر میتونن حتی کار بکنن، یا اون مدل های هوش مصنوعی مثل جی پی تی که الان شما واقعا میبینید میتونن به راحتی کد جاوا و پایتون حتی تو سطوح بالا براتون بزنن. آینده چون به این سمت داره میشه، به عنوان دیولپر خیلی الان به دنبال اون زبان برنامه نویسی که انتخاب میکنید نباشید. به دنبال این باشید که کدی که ماشین مینویسه بتونید ریویو بکنید، یه سری چیزا بهش اضافه بکنید یا کم بکنید، از ابزارهای هوش مصنوعی بتونید استفاده کنید، یا حتی بیاین تو حوزه از برنامه نویسی سمت حوزه دیوآپس، بیاین حوزه‌ای که فعلا تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و تو آینده نزدیک هم بعیده که این سمت برید. لایک و سیو و کامنت و شیر و اینجور چیزا یادتون نره. اگه زبان‌های برنامه‌نویسی پلتفرم‌های مختلف رو دوست دارین مقایسه بکنین، بگین، من حتما مقایسه رو براتون انجام میدم. ویدیوهای دیگه یوتیوب هم ببینین. آموزش لینوکس رو همچنان داریم پیش میبریم، راجع به دیوآپس صحبت میکنیم. یه نقشه راه بک‌اند خیلی خفن دارم، ویدیوشو گذاشتم براتون. یه دونه نقشه راه هوش مصنوعی خیلی عالی، یه دونه نقشه راه دیوآپس. ویدیوهاش طولانیه چون مفصل از مقدماتی تا حرفه‌ای رو توش توضیح دادم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.